در برابر محیط خانه کودکستان نیز برای رشد و انکشاف و قابلیت و استعداد هر یک نفر نقش مهم می‌بازد. یعنی کودکستان همچون زینه اول برای تعلیم و تربیت نسل نورس زمینه می‌گذارد. در مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند کودکستان و شعبه تیاری به مکتب عمل می‌کند. در اینجا شرایط چگونه است و از روی کدام معیارها کودکان به تعلیم و تربیت جلب کرده می‌شوند؟ ما در این باره گزارش می‌دهیم. معصومه خان شریفова مدیر کودکستان در مکتب اکسفورد بوده تجربه 20 ساله کاری دارد. او پیش از فعالیت در مؤسسه مذکور دوام نزدیک 2 سال در دولت چین تکمیل اختصاص نموده است. او میگوید کودکستان در اساس معیارهای بین المللی و برنامه تعلیم و تربیت و انکشاف کودکان سنی تا مکتبی رنگین کمان وزارت معارف کشور عمل نموده متخصصان ورزیده ساحه به کار جلب شدند. متخصصان از دولت‌های خارج آمدن متخصصانی محلی باشند. آنها با ترینینگ‌های علاهیده برای رشد بر وقت کودک آنها گذاشتند. در کودکستان تعلیم با 3 زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. برای تربیت گیرندگان تمام شرایط زمان معاصر فراهم آورده شده. عیانیت، کتاب و مجله و دیگر لوازمات مطابق به معیارهای بین المللی انتخاب شده است و آنها از اکسفورد بریتانیا کبیر دسترس کردند. کتاب‌ها و موادهای دستی از خود اکسفورد به ما دسترس کرده می شوند. مثلا آنها فن‌های متماتیک، زبان انگلیسی، فن‌های طبیعت شناسی را با کتاب‌های خودی نشریات اکسفورد می‌گذاریم. کودکستان تا 50 نفر دستوریکان را به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌تواند. در شعبه تیاری به مکتب باشد با راه و اصول‌های معاصر تعلیم و تربیت آموزانیده شده درس‌ها شوق‌آور و جالب دایر می‌گردند. درس‌ها با متدیک‌های خیلی شوق‌آور به مانند بازی‌ها، به مانند متدهای اینتراکتیوی، با متدهای IB گذرانیده می‌شوند. و یعنی که وقتی که یک مثلا کلمه نو یا لغت نو رو می‌فهمانیده می‌شوید، آن لغت در یک مشغولیت با 5 نمود بازی به کودکان فهمانیده می‌شوند که علاقه این یک نمود دیگر یعنی متدیکه معاصر میباشد. این مؤسسه تا مکتبی با سیستم گرمایدهی تامین بوده در فصلهای تابستان و زمستان حرارت داخلی بنا معتدل نگاه داشته می شود. در رفت تعلیم و تربیت برای رشد عقلانی و ذهنی هر گونه بازی‌های شوق‌آور و تربیوی گذرانده شده. برای فراغت و استراحت دستوریکان محفل‌های گوناگون از جمله تئاتر نیز تشکیل کرده می شود. طوری که مسئولین اظهار می دارند کودکان در اینجا نه تنها علم و معرفت می گیرند بلکه به حیات آماده می گردند. در کودکستان ما برای کودکان نه تنها فقط علم و معرفت، یعنی ما فن‌های داریم که آنها رو نه تنها برای تیاری به مکتب، یعنی که تیاری به حیات نیست، به مانندی مثلا چطور آغون داشتن انجام ها، چطور آویختنی مثلا جامشویی، یعنی تیاری به حیات، چطور تازه کردنی سبزی و میوه‌جات، چطور بسر کردنی جیوانچه ها و میز و کرسی های آنها آموزانیده می شود که این نیز یک نمودی درس های نو برای کودکان می باشد. آنها به حیات تطبیق می شوند، به حیات تیار می شوند. تربیت گیرندگان با 3 محل خوراک تامین بوده. کودکستان غیر از روزهای استراحتی از ساعت 8 تا 17 فعالیت میکند. این مؤسسه تا مکتبی دارای تخته الکترونی و پیوست به شبکه بلند سرعت اینترنت بوده. هنگام برگزاری درس از آن به طور وسیع استفاده برده می شود. غیر از آن درس های ما به طور اینتردیسیپلینار میگوییم، یعنی درس ها رو به واسطه موسیقی می آموزیم، به واسطه تماشا کردن ویدیو ها می گذرانیم که برای کودکان خیلی و هم خیلی هم جالب می باشد. چنانکه که متصدیان ذکر میکنند مقصد از تشکیل کودکستان و شعبه تیاری به مکتب این پیش از هم تربیت کردن آنها مطابق به معیارهای بین المللی ارزیابی کرده می شود، زیرا که محیط برای شکلگیری شخصیت نقش کلان دارد.
мақсад аз ташкили кӯдакистон ва шӯъбаи тайёрӣ ба мактаб ин пеш аз ҳама аз хурдӣ бо диду нигоҳи нав тарбия кардани насли наврас, омӯзонидани донишҳои замонавӣ, рушди истеъдоди онҳо ва ба ин восита тарбия кардани онҳо ҳамчун лидери ҷаҳонӣ арзёбӣ карда мешавад, зеро ки кӯдакон ояндаи ҳар давлату миллат буда пешрафти кишвар ба сатҳи дониш ва тафаккури онҳо вобаста мебошад.